خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها و پیام های شما عزیزان. دوست عزیز و جوونم امین، شعر مستای قدیم این شهر بسیار زیبا بود، به شکل مناسب ازش استفاده می‌کنیم. در مورد کاریکاتوری هم که فرستادی ان شاءالله به زودی با همت و همبستگی همه مردم ایران و به اتکای مقاومت سراسری این فرش قصه و ماتمی رو که رژیم میخواد رو میهنمون پهن بکنه پرتش می‌کنیم بیرون. مرتضی از دانمارک ممنون بابت کلیپ قشنگت، پیشنهادت رو هم دنبال می‌کنیم. کوروش پارس بسیار ممنونیم از ایمیلت با نام دلتنگی. از حسن از کرج تشکر می‌کنیم به خاطر مطالب قشنگش. دوست عزیز ابوالفضل از اصفهان شعر طنز جالبی فرستاده که من ناچارم قسمت کوتاهی از او رو بخونم، شعر بلندی است. خطاب به شیخان حاکم بر میهن نوشته هر کجا پای نهم گند تو آید به مشام. الغرض ختم کلام در همه جا گند زدی، به شرافت، به دیانت، به اصالت از دم، به صداقت، به عدالت، به وفا گند زدی. ای که داری به سر امامه پیغمبر لیک، همه دیدند که در زیر عبا گند زدی. تو همانی که پس از مردن شادی در دل به عزا رحم نکردی، به عزا گند زدی. ماندن و رفتن تو مستند راز بقاست، راز این مستند این است، به بقا گند زدی. ABC ممنون بابت متن جالبت. علیرضا افشارچی عزیز هم طنزهای قشنگت رسید، هم گزارشی که در افشای مزدوران رژیم آخوندی فرستاده بودی و هم پیشنهادت که اون رو به قسمت‌های مربوطه رسوندی. ابوالفضل عزیز این عکس رو فرستاده و نوشته کلاغ پر، ملت پر، یارانه پر، امنیت پر، آزادی پر، تفریح پر، VPN پر، آرامش پر، زندگی پر، عشق پر، اختلاس که پر نداره باباش خبر نداره. مجید ساعتچی نوشته چکیده توضیح مسائل خمینی رو که بخونین اینه که هر کاری که باعث رضایت آدم بشه و آدم خوشش بیاد حرام. نوشته بعد از سفر احمدی نژاد به چین و عقد قرارداد واردات از مهر نماز تا شلاق و عصا، یک جوک جدید هست که چینی‌ها برای هم دیگه تعریف میکنن. میگن که یه روزی از یه نفر رژیمی پرسیدن شما که برای سالهاتون اسم میذارین اسم امسال رو چی گذاشتین؟ رژیمی گفت سال تولید ملی.